خولمحمد اورتیقوف رهبر دستگاه رئیس نویه رشت که ماه ینور سال 2023 از جانب کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا هنگام گرفتن پوره به مبلغ $10,000 دستگیر شده بود، با پرداخت همگی 60,000 سومانی جریمه خلاص خورده است و او را از تالار دادگاه آزاد کردند. تا اعلان حکمش اورتیقوف به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت، ولی از منصب رئیس دستگاه حکومت نویه کنار رفت. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشات اگنتی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان روز 15 آگوست در نشست خبری این نیاد خبر آزاد شدن اورتیقوف را تصدیق کرد. پرونده جنایتی شهروند اورتیقوف بعد انجام تفتیشات پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه نویه رشت سپرده شد و با حکم دادگاه جزای جریمه به مبلغ 60,000 سومانی تطبیق کرده شد. خبر داد نصرالدین نظامزاده بدون ارائه جزئیات. قبلا گفته میشد که خولمحمد اورتیقوف منصب سردار شعبه معارف نویه رشت را به یک نفر به مبلغ $10,000 فروختنی بوده است. اون وقت برخی منابع خبر داده بودند که رهبر دستگاه این پول را برای رئیس نویه گرفته است و همراه اورتیقوف رئیس نویه رشت رحیمجان مقیمی نیز دستگیر شده است. ولی مقیمی به گفت منابع پایگاه خبری بامداد بعد یک مدت کوتاه با کمک پشتیبان‌های پرنفوذش در دوشنبه توانست نه فقط از حبس آزاد شده در این پرونده از متهم به شاهد تبدیل مقام کند، بلکه منصب رئیس نویه را هم در دست خود حفظ کند. هرچند اورتیقوف روز 20 ینور سال 2023 در حجره کاریش هنگام گرفتن پوره با دلیل شیعی به دست افتاده بود، ولی پرونده او را بر اساس ماده سبکتر 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جمع و بست کرده بودند. ولی حتی ماده 247 نیز همچون جزا برای قلابی بجز از جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای صبح محروم ساختن از آزادی به مدت از 8 تا 12 سال را نیز پیش بینی میکند. دلیل بجای حکم زندان یا جریمه حد اقل بیشتر از پوره گرفتهش به همگی 60,000 سومانی جریمه که حتی از مبلغ پوره گرفته اورتیقوف کمتر است خلاص خوردن رهبر سابق دستگاه رئیس نویه رشت معلوم نیست. تجربه دادگاه تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می شوند.